صبح یک شنبه شما بخیر. یه روز یه مردی واسه اولین بار تو زندگیش تصمیم میگیره با یه کشتی بزرگ سفر کنه. با زحمت زیادی پول بلیطو جمع میکنه و بالاخره میتونه یه بلیط برای سفر چند روزش بخره. اما چون پولی برای خرج کردن در طول سفر نداشت، با خودش تصمیم میگیره که از غذاهای رستوران کشتی استفاده نکنه. یه مقدار نون خشک و پنیر و از این چیزها با خودش میاره و در طول سفرش گوشه ای از عرشه کشتی میشینه و از همون غذای سادهش میخوره. البته که هر روز با دیدن مهمونایی که وارد سالن غذاخوری میشدند و از غذاهای متنوع و لذیذ لذت میبردن دلش میگرفت، اما با خودش میگفت من پول بیشتری ندارم، فقط همین بلیط رو خریدم. چند روز میگذره تا اینکه یکی از کارکنان کشتی او رو میبینه و ازش میپرسه قربان، شما چرا هیچ وقت برای غذاخوری به رستوران نمیایید؟ او مرد با خجالت میگه من فقط پول بلیط رو داشتم، پول غذا رو ندارم. اون کارمند با تعجب نگاهی بهش میندازه و میگه ولی قربان، غذای رستوران جزء قیمت بلیطتونه. شما میتونستید از همون روز اول مثل بقیه مسافرین از بهترین غذاها استفاده کنید بدون اینکه پولی اضافی برای غذا بدید. مرد با شنیدن این حرف متعجب میشه، غمگین میشه. چند روز از سفر گذشته بود، در حالی که او میتونست در طول اون روزها از همه امکانات بهره مند بشه، ولی در ناگاهی در ترس خودش رو محروم کرد. حالا این جملات پتروس رو که در فصل اول نامه دوم خودش میگه براتون میخونم. از طریق شناختی که در رابطه دو طرفه خود با خدا داریم، قدرت الهی او که در ما ساکنه هر آنچه رو که برای زندگی واقعی، زندگی بدون مرگ نیاز داریم به ما عطا کرده و آن قدرت الهی این قوت رو هم به ما میبخشه که خداوار زندگی کنیم و در این رابطه و شناختی که از اون حاصل میشه او ما رو به جلال و نیکویی خودش دعوت کرده و در این رابطه وعده های عظیم و گرانبها دریافت کردیم که از طریق اونها در طبیعت الهی شریک میشیم. طبیعت الهی در وجود ما ساکن میشه و بر اساس این حرفایی که پتروس میگه در ادامش ما رو تشویق میکنه که نهایت سعی و جد و جهد خودمون رو به عمل بیاریم تا به ایمان خودمون فضیلت اضافه کنیم و به فضیلت شناخت. پتروس عزیزان به ما نشون میده که زندگی مسیحی فقط یک دعوت به نجات نیست، بلکه دعوتی است به رشد و تغییر. خدا نه تنها ما رو نجات داده، بلکه همه آن چیزهایی رو که برای یک زندگی الهی، یک زندگی خداوار، یک زندگی که درش قدرت خدا خودش رو نمایان میکنه، همه اونها رو در اختیار ما قرار داده. قوت الهی او هر آنچه رو که برای حیات و دینداری احتیاج داریم به ما عطا کرده. به دیسیپلین فیض ادامه بدیم.